بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوام در مورد حلقه وایل باهاتون صحبت کنم و توضیح بدم که چطوری بتونیم از حلقه وایل در برنامه‌هامون استفاده کنیم. ولی قبلش من تمرین رو که تو جلسه قبل داده بودم رو اول حل میکنم و بعد میرم به دستور وایل میپردازم. به اون خاطر من ویژوال استودیو رو باز میکنم. خب قرار بود که تمرینمون این بود که یه جدول ضربی رو ایجاد کنیم، یعنی از 1 باشه تا 10. خب من این رو پاک میکنم. ابتدا یه حلقه فور لازم داریم، میگیم فور آی. حالا میتونین هر اسمی بذاریم واسهش. میگیم این رنج باشه، این رنج تا به رنج رو صدا میزنیم. میگیم از کجا؟ از 1 تا 11 که خود 11 رو حساب نمیکنه، یعنی در واقع 10، یعنی 10 بار این حلقه اجرا میشه. خب این دستور فور اول که اعداد 1 تا 11 رو، یعنی 1 تا 10 رو چاپ کنه. و در دستور بعدی میگیم for j in range، باز دوباره 1 تا 11. خب اینم میاد، یعنی دستور دومم میاد 1 تا 10 رو باز دوباره حساب میکنه، یعنی تکرار میکنه. حالا اینجا میگیم print. خب میگم i ضرب در j، یعنی i حلقه فور اولی دفعه اولیه که، اما حلقه فور دومی 1 بار 1، بعد 2، بعد 3 تا اینکه به 10 برسه. وقتی که این 10 شد این مقدارش میشه 2. خب به اون خاطر اینجا میشه i، یعنی حالا 1 ضرب در 1، 1 ضرب در 2 و الی آخر. بعد میگیم که پارامتر دوم end که اینو توضیح دادم، برای اینکه بخوایم اینا توی یک سطر چاپ بشه، به خاطر با یک فاصله من میدم، یک تبی رو میدم و از این دستور خارج میشم. خب من اگه این رو اجرا کنم، این رو اجرا میکنم تا ببینیم نتیجه اجرا چطوره میشه. اجرا رو میزنم، نگاه کنین از 1 تا 100 رو برامون چاپ کرد، یعنی مثل یه جدول ضرب. ولی این اینطوری که میخواستیم مرتب باشه نیست. خب برای اینکه بخوایم مثلا هر 1 تا 10 رو توی سطر نشون بده، چی کار میکنیم؟ اون وقت میایم از این حلقه فور دومی خارج میشیم و اینجا یک دستور پرینت خالی رو میزنیم که این باعث میشه یک سطر چاپ کنه. خب حالا برنامه رو اجرا میکنم. نگاه کنین 2 ضرب در 1 میشه 2، 2 ضرب در 2 4 و یک جدول ضربی رو به این شکل ایجاد کردیم که به صورت مرتب شده نیست و اینم زیاد مهم نیست. مثلا این بود که بتونیم این جدول ضرب رو با این شکل بتونیم پیاده سازی کنیم که 10 ضرب در 10 میشه 100، 9 تا میشه 81 و الی آخر. خب این از این. خب من این رو پاک میکنم و یک فایل دیگه ایجاد میکنم. نویسم while underline it نقطه پای. it همون ایتریتور، یعنی تکرار کننده، تکرار شونده، همچین معنی رو میده هستش. خب ما از دستور وایل چه زمانی استفاده میکنیم؟ ما از دستور وایل زمانی استفاده میکنیم که این تکرارمون نامشخص باشه. بر فرض مثال من میرم فور رو میارم، نگاه کنیم ما توی اینجا توی حلقه های فور اون چیزی رو که داشتیم معلومه. مثلا این رشته خب معلومه 1 2 3 4 5 6 حرف داره و یا این رشته باز 6 تاست، یعنی 6 بار میره جلو. و یا اینجا گفتیم بین 4 تا 9 باشه چاپ کنه و اینجا 5 تا. خب بالاخره یک چیزیه که مشخصه، یعنی این تکراری که میخوایم انجام بدیم، این دستوراتی که میخواد تکرار کنه مشخصه، یه محدوده مشخصی رو داره، مثلا 10 تا 20 تا، حالا خلاصه هر چند تا، ولی مشخصه. ولی ما حلقه وای رو زمانی استفاده میکنیم که اصلا محدودمون مشخص نیست. احتمال داره 10 تا باشه، احتمال داره 5 تا، 100 تا و هر چند تا که به صورت نامعلومه. خب تو این موارد ما میاییم
از حلقه وایل استفاده میکنیم. بر فرض مثال همین سیستم عامل ویندوز، یا فرق نمیکنه هر سیستم عاملی باشه، ویندوز، لینوکس یا مکینتاش. خب اینا هم، این سیستم عامل هم توی داخل یه حلقه وایل قرار داره، چون که معلوم نیست که مدت زمانش که یه کاربر دوست داره 5 دقیقه باهاش کار کنه، یه کاربری میخواد 3 روز پشت سر هم این سیستم عامل روشن باشه. پس مشخص نیست تا زمانی که این دکمه شاتداون رو نزدی، یعنی این هی داخل حلقه است و اجرا میشه. یعنی اینطوری میشه گفت که سیستم عامل داخل یه حلقه وایل تا زمانی که یک دستوری اجرا بشه. خب اینم از یک مثال دیگه ای بود. خب حالا بریم ببینیم دستور وایل چطوریه. خب وایل به این صورته که ابتدا وایل رو می نویسیم، بعد فاصله 1 اینجا شرط رو می نویسیم. خب شرط، بعد اینکه شرط رو نوشتیم 2 نقطه و اینتر، و اینجا هم دستورات رو می نویسیم. این دستور، یعنی شکل کلی دستور وایل. اما ما توی حلقه وایل باید یه چیزی رو داشته باشیم که این شرط رو نقض کنه. اگه این شرط رو، یعنی توی دستورات باید یه چیزی بنویسیم که این شرط رو نقض کنه. اگه این شرط رو نقض نکنه، این میمونه توی دستور بی‌نهایت و هرگز از این دستور خارج نمیشه، یعنی از این حلقه وایل خارج نمیشه. حلقه وایل اینطوریه که تا زمانی که این دستور درست باشه اجرا میشه. این یعنی تا زمانی که، یعنی این شرط داخل، یعنی این شرط درست باشه، دستورات داخل حلقه اجرا میشه، و وقتی که این شرط نقض شد میاد بیرون و دستورات بعدی رو اجرا میکنه. خب این از این. خب حالا بیایم مثالامون رو انجام بدیم. بر فرض مثال بریم رو نگاه کنیم. اینجا گفته که اینجا 10 بار کلمه، یعنی 10 بار عددها رو چاپ کردیم، 1 2 3 4 5 و الی آخر. بیایم همین رو با حلقه وایل انجام بدیم، یعنی یه برنامه می‌نویسیم که اعداد 1 تا 10 رو چاپ کنه. برای این چیکار می‌کنیم؟ ابتدا یه متغیر رو تعریف می‌کنم با اسم a مساوی 1 رو میدم. بعد میگم وایل تا زمانی که این a کوچکتر از 11 باشه، یعنی خود 10 هم حساب میشه، این رو اجرا کن. چیکار کن؟ پرینت کن چی رو؟ a رو، و علاوه بر این هر دفعه به a یکی اضافه کن، یعنی a به علاوه مساوی 1 باشه. خب حالا من این رو اجرا میکنم. نگاه کنین a 1 2 3 4 5 7 8، یعنی اعداد 1 تا 10 رو برامون چاپ کرد، همونطوری که دیدین. نگاه کنیم ما اگه این خط رو قرار ندیم، یعنی این خط قرار نداده بشه، این تا بی‌نهایت میمونه تو حلقه. نگاه کنین هر دفعه 1 رو این داره هی 1 رو چاپ میکنه و این 1 هم خیلی زیاده. نگاه کنین چرا؟ چون که اصلا یعنی شرطی نداره که این از حلقه خارج بشه، یعنی آ همیشه 1، این هی 1 1 1 1 1 1، یعنی میمونه توی حلقه. خب با اون خاطر باید یه دستور نقضی رو توی حلقه قرار بدیم که بر فرض مثال این از حلقه خارج بشه. مثل اینکه گفتیم هر دفعه با آ 1 اضافه کن و وقتی که به عدد 11 رسید این از A خارج میشه. خب این یک مثال بود. در مورد اینکه خب حالا میگین خب ما که اینو میتونستیم با فور هم بنویسیم، چرا وایل رو با وایل نوشتیم؟ این واسه این بود که با خود دستور وایل آشنا بشیم. خب حالا میخوام یه مثال بزنم که این دفعه معلوم نیست تا کی این برنامه اجرا میشه. خب حالا بریم، میخواییم ما چند تا عدد رو از کاربر بگیریم و با هم جمع کنیم، یعنی مجموعشون رو نشون بدیم. ولی اینکه چند عدد از کاربر گرفته میشه مشخص نیست. یعنی یک کاربری دوست داره 3 تا عدد رو جمع کنه، یک کاربری دوست داره 10 تا عدد رو جمع کنه. پس اینجا تعداد مشخص نیست. بریم ببینیم اینو چطوری میتونیم انجام بدیم. خب
ابتدا میام این کد ها رو پاک میکنم. بعد یه متغیری با اسم نام قرار میدم و میگم که اعداد رو بگیر، یعنی میخوام اول یه عددی رو بگیره، این از نوع صحیح باشه. از طریق تاب اینپوت میگم عدد رو وارد کن، عدد رو وارد کنید. خب از این یه کپی برمیدارم، شما سعی کنین کپی نکنین تا دستتون عادت کنه. بعد میتونه کپی برداریم. بعد اینکه کامل یاد گرفتین دوباره یه متغیر تعریف میکنم با اسم سام و مقدار صفر رو میدم. چرا صفر رو میدم؟ چون که صفر تأثیری در جمع کردن نداره. صفر علاوه یک میشه یک، صفر علاوه هر چند عددی میشه خود همون عدد. بعد میگم وایل تا زمانی که این نامه عددی رو که میگیریم مخالف صفر باشه این دستورات اجرا بشه. خب اینجا میگم سام به علاوه مساوی چند، میگم سام به علاوه مساوی نام. بعد دوباره میام این نام رو دوباره اینجا تکرار میکنم. دوباره میگم یه عددی رو بگیر و این میفته داخل حلقه. وقتی که داخل حلقه افتاد این دستورات اجرا میشن. خب و میام خارج حلقه می نویسم پرینت، میگم مجموع برابر این فاصله هم نمیخواد سام. تموم. خب برنامه رو اجرا میکنم. میگه یه عدد رو وارد کن، میگم یک. بعد عدد دوم میگم 2 3 4. خب تا زمانی که عدد صفر رو وارد نکرده باشم این هی میره جلو و وقتی که من صفر رو وارد کردم این از حلقه وایل خارج میشه و میاد دستور آخر که پرینترز رو اون رو اجرا میکنه و برامون نتیجه رو نشون میده که اگه یک رو علاوه 2 کنیم میشه 3، 3 علاوه 3 6، 6 علاوه 4 میشه 10 که مجموع 10 عدد رو برامون داد. خب دوباره اجرا میکنم و کاربر دیگه میاد، حالا میخواد 3 تا عدد رو جمع کنه، مجموعش 1 2 3 و وقتی که صفر رو بزنه از برنامه خارج میشه. خب در ادامه میخوام 2 تا دستور دیگه رو براتون معرفی کنم همراه با یه مثال. دستور اول دستور بریک. این دستور باعث متوقف شدن اجرای برنامه میشه و وقتی که داخل حلقه باشه، حالا فرق نمیکنه فور باشه یا وایل باشه و یا دستور داخل شرط باشه، باعث میشه که از اون حلقه کلا خارج بشه. خب من این برنامه رو کلا پاک میکنم. میخوام برنامه‌ای بنویسم که به تعداد نامعلومی عدد بگیره. اگه این اعداد، یعنی بعد این اعداد رو که گرفت اعداد زوج رو با هم جمع کنه و اعداد فرد رو با هم جمع کنه. خب بیایم بنویسیم. ابتدا می نویسم ایون مساوی 0، بعد می نویسم اود مساوی 0. توی ایون ها میخوام اعداد زوج رو نگهداری کنم مجموعشون رو و توی اود مجموع اعداد فرد رو میخوام نگهداری کنم. بعد میگم while، این while تا که اجرا بشه میگم while true باشه. خب این while تا که قرار اجرا بشه الان میگم تا زمانی که کاربر عدد صفر رو وارد کرد. خب میگم نام مساوی int. خب بعد اینپوت عدد را وارد کنید. خب حالا میگم اگر نام عددی که وارد شد اگر تقسیم بر 2 بشه باقی مانده برابر 0 بشه، پس چیکار کن؟ بیا این عدد رو که زوج باشه جمع میکنه با عدد زوج قبلی و داخل ایون قرار میده. خب اگه اینطوری نشد، یعنی باقی مانده 0 نشد، خلاصه هر چیزی میتونه باشه یعنی 0 نباشه، پس در نتیجه
یعنی این عدد فرده. پس اون وقت چیکار کنیم؟ اون میگیم odd علاوه مساوی نام. خب بعد چی میگیم؟ بعد میگیم اگر نام برابر 0 شد، اگر نام برابر 0 شد یعنی کاربر عددی رو که وارد میکنه 0 باشه، اون وقت چیکار کن؟ اون وقت از این حلقه خارج شو، بریک. و یعنی اینکه وقتی کاربر 0 رو وارد شد کلا از این حلقه خارج میشه. خب بیایم اینجا بنویسیم print. من میگم مجموع زوجها، زوج، این زوجم با بزرگ می‌نویسم، برابر باشه با ایون و مجموع فرد، اعداد فرد یعنی منظور این یعنی اوت. خب حالا بریم برنامه رو اجرا کنیم ببینیم چی میشه. اجرا کردم. من عددها رو 1 2 3 4 5 6 وارد میکنم. بعد عدد آخر رو 0 وارد میکنم. نگاه کنین از حلقه خارج شد، یعنی به محض اینکه به اینجا رسید یعنی عدد ورودی 0 شد، این دستور بریک باعث میشه که کلا از این حلقه وایل خارج بشه. نگاه کنین حساب کنین 1 با 3 میشه 4، 4 با 5 میشه 9، مجموع اعداد فرد 9. خب بعد 2 با 4 میشه 6، 6 با 6 میشه 12، مجموع اعداد زوج. خب این هم یه برنامه دیگه بود در مورد اینکه چطور از دستور بریک استفاده کنیم. خب حالا من این برنامه رو پاک میکنم. خب بریم دستور کانتینیو رو براتون معرفی کنم. دستور کانتینیو زمانی استفاده میکنیم که بخوایم یک چیزی رو نادیده بگیریم و یا از روی یک چیزی رد کنیم. تو این موارد میاییم از دستور کانتینیو استفاده میکنیم. برای مثال بریم یه برنامه بنویسیم که 10 تا عدد رو چاپ کنه. میگم a مساوی 0، بعد میگم while a تا زمانی که کوچکتر از 10 باشه این برنامه ادامه پیدا میکنه. بعد میگم a علاوه مساوی 1، بعد مینویسم print a. خب حالا برنامه رو اجرا میکنم. نگاه کنید این برنامه اعداد 1 تا 10 رو برای من چاپ کرد. خب حالا چرا نوشتم a کوچکتر از 11؟ نگاه کنید فرض کنیم این رو می نویسیم کوچکتر از 11. خب این وقتی که a 10 باشه چیکار میکنه؟ میاد پایین میبینه a 10 علاوه 1 میکنه. وقتی که علاوه 1 کرد شد 11. در نتیجه 11 را هم چاپ میکنه. به اون خاطر نوشتم a کوچکتر از 10. خب حالا ما میخواییم با استفاده از دستور کانتینیو کاری کنیم که این عدد 5 رو اینجا نشون نده. خب برای این چیکار میکنیم؟ خاطر یعنی می‌نویسیم if اگر a برابر 5 باشه چیکار کن؟ از روی این 5 رد شو. این رو در نظر نگیر. برای اینکه این رو بنویسیم از کانتینیو استفاده میکنیم. در نظر نگیر، از روش بپر. خب من برنامه رو ضخیم میکنم. حالا اگه اجرا کنم عدد 5 رو دیگه نمیبینیم. نگاه کنید 1 تا 10 رو اومد چاپ کرد ولی عدد 5 رو نشون نداد. خب برای چنین مواقعی که بخوایم از یک چیزی صرف نظر کنیم اون وقت میاییم از دستور کانتینیو استفاده کنیم. اینم از این. خب برای تمرین برنامه بنویسید که چندین عدد رو از کاربر دریافت کرده و بزرگترین اونها رو نمایش بده و زمانی از خلق خارج شود که کاربر عدد منهای 1 رو وارد کنه. یعنی تا وقتی که -1 رو وارد نکرده این حلقه تکرار بشه.
خب حالا کاربر میتونه 10 تا عدد وارد کنه، 5 تا و هر چند تا زمانی که -1 رو وارد نکرده. خب این هم تمرین این جلسه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.